میدونید کدوم از اجزای بدن همیشه در حال رشد کردن هستن و هیچ وقت رشدشون متوقف نمیشه؟ اولیش نوز همیشه در حال رشد کردنه، تا آخر عمر همینجور به رشدش ادامه میده. یه اصطلاح هم هست که میگه keep your nose clean، یعنی فضولی نکن. دیگه کجای بدن همیشه بزرگ میشه؟ معلومه، ears هم مثل nose همیشه تا آخر عمر به رشد ادامه میده. یه گونه خاص هم هست، معمولا اینا توی ایران دیده میشن. اینا توی یه بازه خاص از چرخه زندگیشون که معمولا دوران تینیجری یا دوران یانگ ادولت بودنشون هست، یهو تصمیم میگیرن که لیپسشون یه ذره کوچولو، فقط یه ذره کوچولو لیپسشون بزرگ بشه. آیز از بچگی تا آخر عمر تقریبا یکسان باقی میمونه سایزشون.